اگر احساس میکنی خودت را گم کردی، پس لطفاً با دقت به این ویدیو گوش کن. تو نمیخواهی تغییر کنی، درسته؟ اگر میخواستی تا حالا تغییر کرده بودی. باید به خودت جواب پس بدی چرا تغییر نکردی؟ چون نخواستی؟ منتظر چه چیزی هستی برای تغییر کردن؟ از خودت سوال کن و نگاه طولانی و عمیق به زندگی خودت بیانداز. با خودت رو راست و صادق باش. رفتارهایی را ببین که مانع پیشرفت تو شده است. تو باید هر ساعت از زندگیت را برای تحقق بخشیدن به دلایل خودت صرف کنی، نه برای بهانه‌هایت. آیا قبول داری که لحظه های ارزشمند تو به خاطر بهانه‌های تو ضایع شود؟ اگر قبول نداری، از هر موقعیتی که هستی برای خودت فرصت‌های رشد کردن را خلق کن. مهم نیست کجای دنیا هستی، تو باید دنیای قشنگی برای خودت بسازی. تو متفاوت‌تر یا بدتر از دیگران نیستی. به همین دلیل به قوانین دیگران توجه نکن. قوانین خودت را برای پیدا کردن خودت پیش ببر. تو باید انتخاب کنی که بهانه‌ها را کنار بگذاری و برای تغییر کردن خودت را از حالا آماده کنی. تا چه زمانی می‌خواهی پیش خودت شرمنده باشی؟ فراموش نکن تا زمان بهانه‌های زندگیت را نادیده نگیری هرگز تغییر نمی‌کنی و آینده تو مثل امروز تو خواهد بود. عزیز من، بترس از آن روزی که مثل امروز پیش خودت شرمنده باشی. خودت را پیدا کن، منتظر نباش، چون هیچ کس قرار نیست برای نجات تو پیدا شود. نمیدانم منتظر چه چیزی هستی برای پیشرفت خودت و یا منتظر چه کسی هستی که تو را نجات بدهد. اما تنها چیزی را که میدانم این است که زمان ارزشمند را از دست میدهی. عزیز من، حتی منتظر فردا نباش. از همین حالا برای پیدا کردن خودت تلاش کن و با بهانه‌های اطرافت مبارزه کن، به دلیل اینکه در آینده پیش خودت شرمنده نباشی.